نکند ابروان شما خوب است که همچون شمشیر ناصرالدین شاه قاجار است. منو میگه؟ بویی از طعام دلفریب محبوب من به مشام میرسد. چی هست حالا؟ وای که دیگر طاقت ندارم. آبگوشت. غذای محبوب شما چیست؟ من سمبوسه و فلافل. حقیقتا من که الان رژیمم، ولی خب پاستا آلفردو و پیتزا توی فیوریتمن. مطمئن نیستم چیزهایی که راجبشان صحبت میکنید غذا هستن یا نام سرلشکر، ولی به هر حال شما رو سرزنش میکنم و به شما پیشنهاد میکنم طعام بیشتر بخورید. دختران لاغر جایی در دل مردان ندارن. واقعا؟ آنها پشت سر شما میگویند که فقیر هستید و چیزی برای خوردن ندارید که این گونه لاغر هستید. چی داری میکشی حالا؟ دارم با میلی از آج سرمه میزنم. این کار نه تنها سبب زیباتر شدن چشم ها می شود، بلکه گمان بر این است که سرمه برای درمان آب مروارید و دوری از چشم زخم نیز اثرگذار است. شما به چشمانتان چه میزنید؟ من خط چش پاریس. منم که بونه موژه تتو کردم، موژامم تازه پریروز کاشت کردم، نیازی به خدچش ندارم. به خدا قسم که یک کلمه هم از گفتار شما رو متوجه